بیشتر آدم‌ها یا دارن به گذشته‌ای فکر می‌کنن که تموم شده یا نگران آینده‌ای هستن که هنوز نیومده. کم پیش میاد کسی واقعاً همین لحظه رو تجربه کنه. ولی واقعیت اینه که تنها جایی که زندگی واقعاً در جریانه همین لحظه است. نه فردا، نه دیروز. همین الان. و اگه فقط بتونی یاد بگیری همین لحظه رو زندگی کنی، نصف بار ذهنیت خود به خود از بین میره. کتاب قدرت لحظه حال اثر اکهارت توله دقیقاً قراره همینو بهت یاد بده. اینکه چطور از فکرای بیوقفه، اضطراب آینده و حسرت گذشته رهاشی و بتونی دوباره طعم زندگی واقعی رو بچشی. اگه وقت خوندن کتابو نداری، نگران نباش. من برات چند تا از نکته‌های کلیدیشو میگم. اولین درس مهم این کتاب اینه که ما ذهنمون نیستیم. اون صدای همیشگی که توی سرت مدام حرف میزنه، فکر میکنه، مقایسه میکنه، قضاوت میکنه، نقشه میکشه، اون تو نیستی. تو کسی هستی که اون صدا رو میشنوه. وقتی اینو بفهمی و واقعا تجربهش کنی، یه فاصله عجیب و شیرین بین خودت و افکارت به وجود میاد و درست از همونجا آرامش شروع میشه. نکته دوم اینه که گذشته و آینده واقعی نیستن. گذشته فقط یه خاطره است، آینده یه تصور و خیال. تنها چیزی که واقعا وجود داره همین لحظه است. ذهن اما عاشق سرک کشیدن به گذشته و آینده است، چون با اون احساس کنترل میکنه. ولی واقعیت اینه که هیچ قدرتی توی گذشته و آینده نیست. اگه قراره تغییری اتفاق بیفته، فقط با بودن در لحظه حاله که ممکنه. نکته سوم درباره پذیرشه. خیلی وقتا ما داریم با یه وضعیت واقعی زندگی می جنگیم، چون دوستش نداریم یا انتظار دیگه ای داشتیم. اما جنگیدن با واقعیت فقط رنج و بیشتر میکنه. پذیرش به معنی انفعال نیست. پذیرش یعنی اول اجازه بدی اون چیزی که هست باشه، بعد تصمیم بگیری چطور باهاش برخورد کنی. همین تغییر نگاه باعث میشه حس سنگینی زندگی خیلی کمتر بشه. نکته چهارم اینه که درد بیشتر مواقع ساخته ذهن، نه واقعیت. یه اتفاق ممکنه سخت باشه، اما چیزی که ما رو له میکنه فکر کردن بی پایان به اون اتفاقه. وقتی بتونی برگردی به لحظه حال، خیلی از اون دردها خود به خود از بین میرن. برای بودن در لحظه حال یه تمرین ساده‌ای توی کتاب هست که میخوام این تمرین رو اینجا با هم دیگه انجام بدیم. همین حالا چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش، دم، بازدم. یه بار دیگه، دم، بازدم. فقط به جریان دم و بازدمت گوش کن و سعی کن به چیزی فکر نکنی. اگه اولین بار این تمرین رو انجام میدی، احتمالاً فکرهای مختلفی میاد سراغت. اشکالی نداره، فقط نگاهشون کن، درگیرشون نشو. بذار بیان و برن و تمرکزتو برگردون به تنفست. همین یعنی حضور در لحظه حال.
نکته پنجم و شاید مهمترینش اینه که آرامش یه مهارته. مهارتی که با بودن در لحظه حال به دست میاد. ذهن همیشه میگه وقتی اون کارو بکنی خوشحال میشی. وقتی به اون هدف برسی آروم میشی. اما وقتی بهش برسی یه نقطه جدید میسازه. این چرخه بی پایان فقط وقتی میشکنه که یاد بگیری همین الان رو زندگی کنی. و در آخر این کتاب یه یادآوری ساده است. زندگی منتظر نمیمونه تا همه چی کامل شه. زندگی همینه که الان داره اتفاق میفته و اگه اینو بفهمیم نه فقط آروم تر میشیم بلکه حضورمون توی دنیا واقعی تر و زنده تر میشه. اگه این نکته ها یه جرقه کوچیک توی ذهنت زد، بدون که این فقط خلاصه کتابه. اگه میخوای عمیق‌تر وارد این مسیر شی، حتما کتاب قدرت لحظه حال رو به طور کامل بخون. و یه دوست داری خلاصه کتاب‌های عمیق و تاثیرگذار بیشتری رو بشنوی، کانال ذهن پاد رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا پادکست های بعدی رو از دست ندی.